در مورد عکاسی و قدر نمیفهمم، اما بسیار مقبول هستن. پس خوشت آمد. اینا از شهرهای مختلف هستن. وقتی تمام شون یک مجموعه جور میکنن. خب چی وقت تمام میشه؟ خب هر وقت که دلم خواست همون وقت تمام میشه. اتاقای هتل از همین خاطر زیاد دوست دارم. بیده 2 دقیقه جمع میشه. من عموما عکس اطفالم میگیرم. اطفال بسیار دوست دارم. همین که عروسی کنم میخوای بسیار زود 5 طفل پیدا کنم. البته تا هنوز کسی را پیدا نکردیم. میفهمم. به خاطر نوشیدنی بسیار تشکر. ما دیگه با اجازهت میرم. فردا باید عکاسی کنی. اگه زود بخوابی خوب میشه. ما دیگه مزاحمت نمیشم. به همون اندازه که مقبول هستی خوش قلبم هستی. تو هم بسیار مقبول هستی. خانه بدون تو خالی است. یوسف، یوسف، بیدار شدی؟ کجا بودی؟ ای با تو است. بسیار مقبول هستن. بعد از بارسلونا به شهر مادرید میرین، اما تو نیست؟ آی چقدر عالیست. بسیار هیجانی شدم.
تصمیم دارین چی وقت حرکت کنین؟ گفته بودیم هفته آینده، اما فعلا دقیق معلوم نیست. یوسف که آمد باز تاریخش معین میسازیم. آی نباید به تعویق بندازین. هر چی زودتر برین. از تعطیلاتتان لذت ببرین. صبح بخیر پدر جان. یلماز خان، یوسف و باده تصمیم دارن به تفریح برن. یوسف کجاست؟ در قیصری همراه مهماناست. ما فکر میکردم خبر داشتین. حتما همراه محمد رفتن. او هم دیده نمیشه. کجا میری یلماز خان؟ براتون شیخ خوب میخوایم. من کم کار دارم. ای آدم از دیروز به این طرف کدام چیزی شده؟ خیرت باشه انشالله. آقا انگین، در رابطه به دعوا میخوایم یک موضوع مهم از شما بپرسم. میفهمم او گپ نیست. من تمام گزارش را که در رابطه به سوی قصر یوسف است از شما میخوایم. یک دقیقه همیال گزارش میبینم. مرمی از یک اسلحه به اندازه 9 میلیمتر شلیک شده. مدلش را مشخص نیست، اما تا که اسلحه را پیدا نکنی مدلش دقیق گفته نمیتونی. چای دم کردم. صبحانه آماده است. ما صبحانه نمیخورم. باید برم. چرا؟ کجا میری؟ با پرسیدن ظلمایی که در حقت شده. یوسف اگه با فامان مزین دستم باز باده چی خواهد شد؟ بفرمایید. ها، صبح بخیر. صبح بخیر. ما میخواستم برات زنگ بزنم. بشین. نه خیر نمیشینم. ما با گفتنی آمدیم که دیگه امرتان کار کردن نمیتونم آقا جلال. به خاطر که فرصت خوب برام دادین بسیار زیاد تشکر میکنم. اما فکر میکنم این کار به خوبی همگی ماست. فکر کنم همراه پدرت گپ نزدی. اما تو نیست؟ میخواستم گپ بزنم اما فرصت پیدا کردن ندانستم. اما من همراه پدرت گپ زدم. او از این گپ خبر داره که تو همراه من کار میکنی. از کار کردن من خبر شده؟ بسیار خوشحالم شد. دازم از تو تقدیر کرد. ما فکر میکردم که خودت هم خبر داری. وقت نامدی به تشویش شدم. نه خیر.
باور کردن نمیتونم. من برات گفته بودم که تو رو رها نمیکنم. هیچ تشویش نکن جانم. از دروازه قصر با هم دیگه یک جای داخل میشیم و همگی هم شاهد ایسان خود بودن. یعنی باید کلگی موضوع را بفهمن. بله باید بفهمن چون ما تو را دوست دارم. اگر کدام اتفاق بیفته چی؟ اگر کسی پیدا شد و کل چیز باز خراب کنه چی؟ اگر ما را از هم جدا کنن چی؟ طور یک چیز هیچ امکان نداره. اما قبلا خوی قسم شده بود. تو را از ما گرفته نمیتونم. وعده از یوسف. وعده از جان. یوسف خان؟ مادر! مادرم کجاست؟ در اتاق بالاست. خوش آمدی. مادرم کجاست؟ خوب هستی عزیزم؟ من خوب هستم مادر. مادرم کجاست؟ خوش آمدی یک دانیم. تو مرا کار داشتی؟ در اتاق توران بودم بچیم. میشه کمی با هم گپ بزنیم؟ چرا نی؟ چی گپ شده؟ باید گپ بزنیم. بچیم امروز بسیار کار معلوم میشی. بیا اینجا بیشی با هم گپ بزنیم. بیا. نه خیر ده اینجا نمیشه. بیاین. معذرت میخوایم پدر. اگه اجازه بتین میخوایم همراه مادرم گپ بزنم. یولماز خان تو اینجا هستی عزیزم؟ من فکر کردم که بیرون رفتی. بگو چی میخوایی که بگویی؟ از شما چی پرسیده بودم؟ ها؟ پرسیدم گاهی برام دروغ گفتین؟ شما چطور این کار را انجام دادین؟ چطور با چشمای مسائل کده برام دروغ گفتین؟ ایره قصاب از قیصری روان کده داشت پسانه بانمش؟ ای صبح برم زنگ زده بودن فراموش کردم. بچم تو را زحمت میتم اینا رو باش پس خانه ببر. زنده باشی. یولماز خان روز بخیر کاکا یلماز. کاکا یلماز توبه بعضی وقتا بسیار رویه تغییر میکنه. او هم به خاطر چند لیره ناچیز
هنوز پولت از اونا نگرفتی؟ مشکل ما پول و زمین نیست، پول نیست. مشکل ما پول نیست. یلماز خان، یلماز خان، یلماز خان، خانم حمیده، یوسف بچم، یوسف بچم، بچم، یوسف بچم، ساعت پرت خراب شده. یلماز خان، خان صاحب، پدر یلماز خان، بلیاز خدا چی گپ شده؟ قلبش درد میکرد، رنگش سفید شده بود، دفعه زوف کرد. قلبش درد میکرد. با من اجازه بتین یوسف خان، یک بار با من اجازه بتین. پدر آرام باشین، آرام باشین. خدایایی رو چی شده؟ بس از دیگه من تو چی میکنی؟ این از کجا یاد گرفتی یلماز؟ از دوران اسکری به یادم مانده. دختر چهار قسم استاد است، برو امبولانس بخوای. حالا مراد، خدایا بس است، لطفا نگه بس است. از دروازه قصر با هم دیگه داخل میشیم و همگی شاهد صحنه خود بودن. منتظر آمدن ما باش. ما پس میام، درست است؟ بفرمایید. منور؟ سلام. راستش میخواستم برتان یک گپ بگویم. چند دقیقه پیش به ملاقات یک مشتری رفته بودم. وقت پس میامدم یک گروپ هنرمندا رو دیدم. همونایی که یک روز در مورد کنسرتشون برام گفته بودین، به یاد دارین؟ همونا به خاطر کنسرت دادن آمده بودن. باز من طاقت کردن نتونستم، این تیکتا را گرفتم. شاید بخواین که برین. بسیار میخوایم، اما با تنهایی خونه میشه خانم. خب ما 2 تیکت داریم. یعنی تو هم همراه میری، همه تو نیست؟ ما او خب اگه شما خواسته باشین بازد من همراهتون میم. بفرمایید. آقا جلال، دوستیایی را که خواسته بودین آماده است. زنده باش. خانم سوزان چند دقیقه پیش زنگ زدن، وصلشان کنم؟ ما گزارش که شما خواسته بودین آماده میکنم. درست است.
پشیمان میشی جانم. به نظر من یک بار دیگه فکر کن. فکرای ما کردیم بانی سفر شروع شد و باز میبینیم. اما میخوایم ایره بفهمین که از ملاقات شما هیچ پشیمان نخواد شدم. از این شاهزاده خانجی اغلوها خو هیچ وقت نه. ما همچنان. تو هم کسی بودی که مرا رد کردی اما در قلبم به خود جای خاصی پیدا کردی. راستش بسیار میخوایم بفهمم که شما را قبلا دیگه خانوما رد کرده یا نه. فکر کنم که بسیار ناوقت شده. ما باید برم مگه از پرواز میمونم. اگه نظرت تغییر کرد پرواز ما امشب است. ما هم درست همون وقت پرواز استانبول منتظرت میمونم تا بیایی. فکر نمی کنم که زیاد منتظرت بانم. ببینم اول کی برا خط افتاد. حمله قلبی است. وضعیت مریض وخیم شده، میره سیروم زرق کردیم. اما نبضشان بسیار ضعیف است. باید به عملیات خانه ببریمش. یکم عجله کنیم. زودتر زودتر. لطفاً در همینجا منتظر باشین. بیادرم خوب بشنه. یولماز خانه چی شده؟ یولماز خان حمله قلبی خطرناک را سپری میکنه. وضعیتشان بسیار وخیم است. دکترها تدابیر اولیه را انجام بدن. باز برای شما معلومات میدیم. خدایا آی یولماز خان، خدایا چی میشه؟ امرا یولماز خانم ای قسم نکو. خدایا یولماز خان لطفا مرا تنها نمان. لطفا هنوزم در مورد خودت فکر میکنی؟ آی خانم بیادر. مادر جان. خانم خانم امیده. خانم فشارشان 140/100 است. آی خب بسیار بلند است. سلطانه فشارم چند شده؟ مادر جان چیز مهمی نیست. به خاطر که جگرخونی شدین کمی فشارتون بالا شده. یک دوای 50 میلی برش میتین و یک پیچکاری مسکنم ضبط کنید. درست است دکتر صاحب. مادرتان بسیار جگرخون شده بودن. بله پدرم حمله قلبی آمد. فهمیدم. فشارشان بسیار بلند است. نباید چیزی ناراحتشان بسازه. تا که سرومشان تمام میشه باید اینجا باشن. من بعداً میایم. شفای عاجل. زنده باشین. بسیار تشکر. یوسف یوسف مادرم به تو بسیار ضرورت داره. خدایا توبه کردیم. یولماز خان این کار نکن. لطفا این کار با من نکن.
همه چیز کم کم خوب شده بود که تو لطفاً برای قسم تنها نمان. لطفاً. مادرم صبح وقتی از خواب بیدار شد احساس ناراحتی میکرد. نه خیر نه، وقتی به صبحانه خوردن آمدن راستش کمی حالشان پریشان معلوم میشد. مادرمان برشان اصرار کردن که صبحانه بخورن، اما اونا قبول نکردن، گفتن کار دارم. بعدشان بیرون رفتن. کجا رفت؟ با شما هم چیزی نگفتن؟ بی از او از دیروز به این طرف عجیب رویه میکرد. آی من چی میفهمیدم؟ چطور ازش چیزی نپرسیدم که چی مشکل داری؟ چرا قسم هستی؟ در این موضوع بسیار بی‌پروایی کردم. همیشه در این قسم حالات بی‌پروایی میکنین. با خاطر که کارهای مهمتر از این دارین. برای یک بارم که شده ازش پرسیدین که چی درد یا مشکل داره؟ یوسف آرام باش لطفاً. نشنیدی که دکتر چند دقیقه پیش چی گفت؟ گپای ناخواباندگی باده. مادر جان خود جگرخون نسازین لطفاً. یوسف کمی ترسیده، از همین خاطر کمی پریشان است. گوش کنین، شما در قصهش نشین. باده اگه اتفاق هفتی، هر اتفاقی که هفتی حتما برم خبر بدی. شماره قسم دیدن همه دارم، درست است، تشویش نکنین. البته که آسان نیست. از یک طرف خودش هم عملیاتی است، حتما بسیار ترسیده. یوسف چی شده؟ چی وضعیت هست؟ مادرم غیر از پدرم دیگه چی کار داره؟ ها؟ حتی خبرم نداره که سر پدرم حمله قلبی آمده. اگه متوجه می بود باز پدرم به این حالت نمی رسید. درست است، کل ما جگرخون هستیم، پریشان هستیم، اما نمیتونیم به خاطر اتفاقات کسی رو مقصر بشماریم، به خصوص مادر من. بیبی وضعیت او هیچ خوب نیست، تو هم بالاش فشار میاری. حالا وقتش نیست که سرش عصبانی شوی. خدا نگاه کنه که او را باز کدام چیزی نشه. یوسف لطفاً کمی آرام باش. کجا میری؟ دشناب میرم. صبر کو شمسی، صبر کو. چی شده زهرا؟ فکر کنم کسی از فامیل خانم امیدشان به این خانه آمده. بیبی دود میبرایه. از چشم تو خود چیز پنهان نمیمانه. خانه از خودشان است. خوب کردن آمدن. اما او خود خانم امیده نیست. حتما یوسف خان آمده. با ما چی زهرا؟ حتما یوسف خان خانم خود گرفته باز به تفریح آمدن دیگه. آی تو هیچ کنجکاو نشدی شمسی؟ از برکتت مثل یکا زندگی ما به فایده ترخاد شد. آی حالا که به اینجا آمدن رفته یک خوش آمدی برشان میگم، کار بد خونه است. تو به خانم چرا مردم ناراحت میسازی؟ روزتان بخیر. آی بسیار میبخشی، ترسوندمت. به خدا نمیخواستم قسم یک کار شد. گپی نیست، من شما رو ندیدم، بفرمایین. همراه پدر اولادا تیر میشدم. وقتی دوده دیدم باز طاقت کردن نتونستم. خواستم یک سلام براتان بتم. راستش یوسف خانم در وقت میشد که به اینجا نامده بودن. وقتی دیدمتان بسیار کنجکاو شدم. خواستم همراه عروس خانم آشنا شوم. یوسف بچه‌م بسیار دوست دارم. خانم حمیده بالای ما بسیار حق دارن. از عروسیتان با خبر شدم، از مقبولی شما بسیار صفت کرده بودن. اما میبینم که حتی کمام گفتن. شما و یوسف بچه‌م به هم دیگه بسیار میزبین. خداوند هر دویتان خوش داشته باشه انشالله. آمین.
زنده باشین. راستش بسیار میبخشین که ایرا میپرسم، هرچند که دربارتون در روزنامه خوانده بودم اما یادم نمانده. نامتان زهرا بود، همتون نیست؟ هوا. بله هوا بود. مام زهراستم. بسیار از دیدنتان خوش شدم. مام همچنان. او فکر کنم که یوسف خانم نیستن، موترشانم دیده نمیشه. به شرکت رفتن. زود باش زهرا. تمام مردا همه قسم هستن. توبه نمیمانن که 2 دقیقه قصه کنیم. اینا رو از باغ به خود ما چینده بودم، اما حتما نصیب شما بوده، بگیرینش. زنده باشین. تشکر. در این منطقه مردم زیاد زندگی نمی کنن. روز یا شب هر وقت که به چیزی ضرورت داشتن همین را مستقیم تعقیب کنین. پیش از اینکه به قریه برسین اولین خانه را که دیدین از ماست. خانم زود بیا دیگه. وقتی بیکار شدی بیا خانه ما با هم چای می نوشیم جانم. درست است؟ درست است. تشویش نکنین. زنده باشین. راستی به یوسف خانم سلام ما را برسانین. بگوین که زهرا و شمسی به دیدنتان آمده بودن، باز خودشان میشناسن. خدافظ. علیکم السلام. زنده باشین. خوب شد که رفتی سلامت دادی و آمدی. دلت جمع شده؟ توبه با او دختری که در عکس دیده بودم هیچ شباهت نداره. البته که لباس عروسی و آرایش چهره را تغییر میده، اما بسیار لاغرم شده، مثل بید خشک شده بیچاره. توبه. دختره؟ بله پدر جان، شما چطور هستین؟ خوب هستم دختره. تو چطور هستی؟ شما کجاستین؟ در دفتر هستم. باده؟ صدایت هیچ خوب معلوم نمیشه. کدام اتفاق افتاده؟ نه خیر، من خوب هستم، اما صحت یلماس پدرم هیچ خوب نیست. اونا را چی شده؟ نبضش به حالت عادی برمیگردانم، اما این وضعیتش پایدار نمیمونه. به نظرتان اینجیوگرافی کنیم؟ اما وقت زیادی نداریم. معلوم میشه که این حمله از دیروز به این طرف به صورت تدریجی رخ داده. فشارش پایین شد دکتر صاحب. به این وضعیت مریض به حالت کما خطره. نبضش در حال تغییر است. مریض به عملیات خانه انتقال بتین. باید زودتر جراحی شود. زود شوین. عجله کنین. چی شده؟ پدرم کجا میبرید؟ مریضه به عملیات خانه انتقال میتیم، بعداً به شما معلومات مفصل داده میشه. بیادرم چی شده؟ لطفاً بگوین. خداوند نگاش کنم. بیادرکم. کاکا بیاین. لطفاً به محمد زنگ بزن که اینجا بیایه. درست از کاکا زنگ میزنم. خیرت باشه بچه کاکا، پشتم دق شدی؟ محمد پدرم به شفاخانه بردیم. چی؟ تو چی میگی یوسف؟ سرش حمله قلبی آمده، عملیاتش میکنن. گفتی کاکایم؟ یوسف تو چی میگی؟ او خو کاملا صحتمند بودی، حمله دیگه از کجا شد؟ کدام اتفاق افتاده چطور؟ کاکایم گفت فرد زنگ بزنم بخیز بیا دیگه. درست است، ما عاجل اونجا میرم. بفرمایین آقا جلال. منور. من بسیار جگرخون هستم. نمیخواستم که این گپ ما برات بگویم. لازم نیست توضیحات بتین آقا جلال. ای که بکن سرد بریم فکر خوب نبود، حتما من کم مبالغه کردم. به خاطر که شاید شما نمیخواین ممرایتون دیده شوم. منور. درباره کنسرت نیست، درباره پدرت است.
بالاش حمله قلبی آمده. در شفاخانه است. چی؟ شما چی میگن؟ چی گفتین؟ شفا باشه آقا حسن. وضعیت بیادرم خوب است نه؟ همیال آمادگی میگیریم که عملیاتش کنیم. در نتیجه عملیات های مکرری که انجام دادیم فهمیدیم که هر دو رگ قلب مسدود شده. نخواستیم که با آنژیوم وقتی خود ضایع بسازیم. وضعیتشان بسیار وخیم است. از همین خاطر راستن جراحی را آغاز میکنیم. با نظرتون بیادرم انشالله خوب میشه؟ ما تمام کوشش خود به خرج میتیم. تشویش نکنیم. این عملیات شما انجام نمیتین. یک دکتر دیگه عملیات کنه. چرا بچیم؟ آقا این دکتر خانوادگی ماست. دزم دوباره بیادرمون بسیار گفتم که نمیخوایم کاکا. یوسف، آقا وحید یکی از بهترین جراحای شفاخانه هستن. گفتم که نمیخوایم. نشنیدی؟ البته که شما حق انتخاب دکتر جراح دارین، اما در قسم یک وضعیت بحرانی جراحی که مریض از نزدیک بشناسه براتون مرا بهتر مجبور است. نسازین. هر چه زودتر یک جراح دیگه پیدا کنه. درست است یوسف خان. هر قسمی که شما خواسته باشه. من همیالی یک جراح دیگر براتون روان میکنم. بازم به کلتان شفا باشه. یوسف تو چرا این قسم میکنی؟ او سرطبیب است. بر علاوه در جراحی تخصص داره. اگه یادت باشه تو رام همین دکتر نجات داد. اگه لایق می بود هوارم نجات میداد. خدای خودت برش کمک کن. یولماز بچیم تناستی؟ مراد کجا رفته؟ خانه رفت. گفت کار دارم. تو خوب هستی؟ خوب هستم. وضعیت کاکا یولماز چطور است؟ با اتاق عملیات بردنش اما وضعیتش بسیار وخیم است. او وقتا من اینجا بودم خاله. ما شما کاکا یولماز برام گفتن که مادرت فوت کرد. اگه بازم تکرار شوه، اگه کاکا یولماز از دست بتم، برام هیچ چیزی باقی نمیمانه خاله. چرا قسم میگی جانم؟ تمام مشکلات خدا قسمت ما نوشته نشده. خداوند یولماز خانه دوباره به ما میبخشه.
حتما مادرمان بسیار پریشان شده. کاش که در پیششان می بودم. میبخشین. روزتان بخیر. در مورد یلماز خان جغل معلومات میخواستم. امروز بالاش حمله قلبی آمده. در اینجا آوردنش؟ مریضتان در اتاق عملیات هستند. خانواده مریضام در دهلیز دست راست هستند. درست، زنده باشین. بیا منور. باده جان. مادر جان حال خود بهتر احساس میکنین؟ تا وقتی که یلماز خان خوب نشه من خوب شده نمیتونم. لطفاً قسم نگوین. شفا باشه. زنده باشی مادر جان. منور آمدی یک دانیم. میبینی که چی روز بد سر ما آمده، اما میفهمیدم که یک روز قسم خود شد. تشویش بیادرته کده بالاخره بیبی که چی بلا را سر خود آورد. مادر جان کل چیز خوب میشه، تشویش نکنین. بس میبینین پدرمون خوب میشه. کدام خبری آمده؟ میگن وضعیتش بسیار وخیم است. یوسف دیده نمیشه. در بیرونم نبود. زیاد جگر خون بود، خواست که کمه تنها باشه. بیادر بس از چیزی نیست. بس از شفا باشه یوسف. به هر چیزی که ضرورت بود بدون کنم گپه برم زنگ بزن. درست است؟ زنده باشین. یلماز خان یک آدمی بسیار قوی است. من اطمینان دارم که زود خوب میشه انشالله. یوسف کاکم کجاست؟ با اتاق دیگه بردنش. و هم بسیار جگرخون است. یوسف مادرم درباره تو میپرسید. ما یک بار میبینمش. جانم آمدی؟ پدرت به عملیات خانه برده؟ از کجا میفهمیدم که تو بالایم قهر هستی؟ اما سبب این وضعیتش نیستم. امره می قسم نکو بچه. اگر تو از من خفه باشی من یه همه رایش تحمل کرده نمیتونم. اما آقا وداد
مطمئن هستم که ما را از این مشکل نجات میده. او پدرت خوب ساخته میتونه. چطور برای او اعتماد میکنی؟ نیک او را بسیار خوب میشناسی. ای چه قسم گپ است بچیم؟ دارم خوام او عملیات کرد. او دکتر خانوادگی ماست. یک جراح دیگه ای عملیات انجام میده. یک جراح دیگه. او آدم ده دوره برای هر چیزی که با ما ارتباط داره نباید باشه. اما بچیم مادر، هیچ چیز مثل سابق نخواهد بود. هر چی که ما میگم همو انجام میشه. یوسف بینجا. پنس پنس پنبه پنبه عجله کنید. پنبه 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 مریض از دست میتیم دکتر صاحب. فشار به 200 افزایش بده. آماده است دکتر صاحب. هنوز زنده است. خون ریزی داره. پنبه 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 خون ریزی اصلاح نمیشه. عاجل به خون نیاز داره. زود باشد. خون موجود برش کفایت نمیکنه. بیادرم چطور است؟ عملیات ادامه داره. عملیات تمام شد. اما آقا هر چی زودتر ما به خون نیاز داریم. چی شده؟ گروه خونشان چیست؟ به خون 0RH مثبت نیاز داریم. گروه خون ما مطابقت نداره. از ما RH مثبت است. پس لطفاً بفرمایید. مام یک بار ببینم. به خاطر چربی خونتان شما خون گرفتن نمیتونیم. شما مریضی زردی سپری کردین هیچ امکان نداره. گروپ خون ما مطابقت نداره. میرم خبر میتم که پیدا کنن. یک بار از دیگرها بپرسم شاید از اونا مطابقت داشته باشه.
یلماز چرا تنها اینجا شدی؟ بیا داخل بریم بچه. تو خب بیگانه نیستی. یلماز خال مثل پدرت است. ما داخل نمیم خاله. با خدا زیاد جگرخونی میشم. آمدن نمیتونم. او بیچاره دیوانوار به او خون میپالن. اگه از من مطابقت داشته باشه حاضر هستم خون بتم. گروپ خونت چی است؟ با یادم نیست خاله. هیچ درست فکر کرده نمیتونم. این وضعیت ببین. در این حالت هیچ کدام ما درست فکر کرده نمیتونیم. اما ما احساس میکنم که خون تو با او مطابقت داره. بیا که داخل بریم. بیا بچیم. من خب برات گفته بودم که از تو مطابقت میکنم. خدا کنه به دردشان بخوره. انشالله. خداوند ازت راضی باشه. زنده باشی. خواهش میکنم این قسم نگوین یوسف خان. هرچی لازم باشه حاضر هستم انجام بدم. خون دادنت که تمام شد برو استراحت کن. یوسف تمام کارگرای شرکت میخواستن که به خون دادن بیاین، اما میبینم که به این کار دیگه ضرورت نیست. زنده باشین. شما با زحمت شدن اما یلماز خون داد. پیوند ما جای خدا داره، اما مناسبت ما و یلماز خان به گذشته ها برمیگرده. زنده باشین. جانم کار چیز به خوبی پیش میره. به تشویشت شدیم. کی است؟
وضعیتش چطور است؟ همگی مسات بسیار دشوار را سپری کردیم. میفهمم که زیاد ترسیدین، اما ای را بفهمین که هر چی که از دست ما میآمد برش انجام دادیم. یعنی چی؟ فعلا خوب هستن. عملیات تمام شد. مریض تحت مراقبت جدی گرفتیم. او را به حالت نرمال در آوردیم، اما دکتر صاحب حال او را دیده میتونی؟ نه خیر نه. خطر عفونی بودنش هنوز رفع نشده. وضعیت بحرانی را هنوز سپری نکردن. منظورتان چی است؟ یعنی وجودشان هنوز به حرکت و به حس است. معلوم نیست که از عملیات بیرون میشه یا که بعد از بیرون شدن حرکات عادی خود انجام داد میتونه یا خیر. مجبور هستیم منتظر باشیم. مادر جان اینقدر سر خود فشار نیارین. دکتر صاحب پدرم زنده خود ماند. فعلا گفتن چیز در این مورد بسیار مشکل است. 48 ساعت آینده با ما بسیار مهم است. شفا باشه. حسن خان منور پدرت خوب میشه، تشویش نکن. گپم شنیدی؟ سعی و سلامت بیرون خواهد شد. مادر جان همه چیز خوب میشه. کل ما با هم از اینجا بیرون خواهد شدیم، وعده میکنم. میرم براتان آب بیارم. حسن خان بیاین که بیرون بریم کمی هوای تازه بگیریم. بیاین. بیاین که بریم. گپای دکتر خو شنیدی نه بچیم؟ شنیدی که دکتر درباره پدرت چی گفت بچیم؟ شوهرم بسیار یک مرد قوی است، اما اگر خدای نخواسته او را چیز شود، اگر تو چرا هیچ چیز نمیگی؟ چرا نمیگی که پدرت هیچ چیز نمیشه؟ خدایا تو رحم کن، لطفاً سایش از سر ما کم نکنی. ما را به شوهر و اینا را یتیم نسازی. ما چی کردیم خدایا؟ چی گناه بزرگ را انجام دادیم که قسم ما را مجازات میکنیم؟ چی گناهی را انجام دادیم؟ از صبح تا حالا هم ده همین مورد فکر میکنم. میگم مادرم حتما به ایام یک چاره پیدا خواهد کرد. ایام تقدیر است. هرچی که باشه از ازل نوشته شده.
یوسف من، میفهمم که قلبت میسوزه. بعضی از دردها هستن که سر انسان کارای نادرست انجام میتن. اما تو چرا اینقدر بالایم قهر هستی بچیم؟ بس است دیگه. یلماز خانم سفره تمام زندگیم است، جانم، روحم، همه چیزم است. از شما پدرتان است. اگه خدای نخواسته به او کنم اتفاق بفته چی کنیم بچیم؟ باز چی خود کردیم؟ تشویش نکنین، شما را چیزی نمیشه. شما را هیچ چیزی نمیشه. شما اصلا با اطرافیانتان کجا اهمیت میتین؟ این مشکل هم حتما حل میکنین. تشویش نکنین. یوسف باز چی گپ شده؟ چیزی نشده بادا. نمیفهمم بین تو و مادرم چی گپ است، اما در حقش زیاد ظلم میکنی. اگه کسی که در اینجا بستر از پدر تو است، همسفر زندگی وام میشه. در ضمن مادرم قبل از هر چیز درباره خانواده‌اش درباره تو فکر میکنه. هیچ سزاوار این قسم رفتارت نیست. تو چی را میفهمی که این قسم گپ میزنی؟ از چیز خبر نداری پس گپ نزن. مادرم بگو شما خانه برین. نه خیر نمیشه، من جایی نمیرم. بیازو مادر مام نمیخوای از اینجا بره. ما ازت نپرسیدم که میخوای یا نه. مادرت بگو زود خانه برو. درست است، اما اگه چیزی شد زنگ بزن. یوسف خان، یوسف خان، قسمه که میبینین در وضعیتش هیچ تغییری دیده نمیشه. شما هم اگه کم استراحت کنین براتون خوب خود بود. مادر جان چطور هستن؟ بهتر شدین؟ میفهمم که حال وقتی قسم گپان است، اما شما میفهمین که یوسف چی شده؟ تو چی میگی باده؟ توقع داری که دیگه چی شوه؟ نه خیر مادر جان، منظورم این نبود. از صبح تا حالا بسیار با شما بد رفتار میکنن. هرچی ازش میپرسم گپ تر میکنن. به خدایش نفهمیدم مشکلش چی است. وقتی خانم آمد بسیار پریشان معلوم میشد. میخواست همراه شما گپ بزنن. براتون چیزی گفت یا نه؟ نه خیر، پیش از اینکه دهن خدا باز کنه این اتفاقات رخ داد. درست است مادر جان، خود جگرخون نسازین.
شد. یوسف تو تا حالا کجا بودی؟ امروز موبایل خریدم برات پیام فرستادم ندیدی؟ خواندمشان. پس چرا به پیامم جواب نمیدادی؟ تمام امروز با تنهایی در اینجا از تشویش مردم، اما اشتباه از من به خاطری که متعهل بودنت فراموش کردن ناق دل من خوش میسازم. هوا یه قسم نگو بانک یک جای بشینم. چرا به سوالیم جواب نمیدی؟ گفتن حقیقت برات قدر مشکل است. نتونستی اما تو نیست. شاید با خانمت وقتت سپری میکردی. درست است، برو. اگه میخوایی بری برو. به همون جایی که تا حالا بودی رفتم میتونی. درست است. پیش پدرم بودم. او هم یالت شفاخانه است. زنده باشی دخترم. شما دیگر رفتم میتونین. یلماز خان، تو کجا هستی؟ مادر جان امشب بهتر است که شما اینجا نخوابین. درست است. کوشش کنن که بخوابن. شاید دوا تاثیر خود نشان بده. شب بخیر مادر جان. باده؟ بله مادر جان. اگه از شفاخانه زنگ زدن مرا عاجل بیدار کو دخترم. درست است مادر جان، هیچ تشویش نکنه. باده؟ چند بار با یوسف زنگ زدم جواب من نداد. تلفن پدرم خاموش است. کم بود دیوانه شوم. آرام باش محمد. یوسف امشب پیش پدرم در شفاخانه است. فقط ما خانه اومدیم. پدرتم چند دقیقه پیش استراحت کرد. امروز بسیار جگرخون شد. کاکایم چطور است؟ درست نمیفهمم. تا وقت ما پس خانه می آمدیم بیهوش بودن. دکتر گفت وضعیتشان بسیار خراب است. به خدا عقلم از دست خواهد دادم. هر باره که پایم از اینجا بیرون میمونم حتما کسی را چیزی میشه. به هر صورت من رفته کاکایم ببینیم که چطور است. صبر کن نرو. حال خوب وقت ملاقات نیست. داخلم اجازه نمیتن. پس تو خب خانم کاکایم چطور است؟ چطور باشه دیگه؟ بسیار پریشان است. پدرم 40 سال میشه که همسفر زندگی مادرم است. تمام روز فشارش بالا و پایین میرفت. حالی هم در اتاقش است. آرام بخش خورد. فعلا استراحت میکنم. بله؟ شاهزاده جذاب حدس بزن که من کجاستم. در ساحل هستی؟ نه خیر. فعلا منظره فوق‌العاده قصر فشنی خانجی اغلوها رو میبینم. واندگه جانم نگه شوخی میکنی؟ اگه کم زودتر بیایی بسیار خوب میشه. اگه نه مرا یخ خود زد. درست است. شور نخود از ظرف 30 ثانیه میرسم. معذرت میخوایم خانم بیادر. مهمان دارم باید پذیرایی کنم. بسیار معذرت میخوایم. نفهمیده چه چیزا برات گفتم. به خاطر که تمام روز تنها بودم از او خاطر نفهمیدم چی گفتم. معذرت میخوایم. درست است. حالا خب پدرت خوب است نه؟ ها؟ دیدن نتونستمش. فقط از پشت شیشه نشان ما دادن. منتظر خبرشان هستیم.
یوسف پدرت بسیار یک انسان خوب و با عزت است. کلاگی او را بسیار دوست دارن. حتما دعا میکنن که زود خوب شود. با او دعا خوب شده دوباره به خانه خود آمد. باز میبینی. انشالله. با ما باور کن. به خاطر کدام چیزی ناراحت شده بود؟ نمیفهم چی مشکل داشت، چی درد داشت. دکتر گفت از دیروز هم یالات سپری میکده. سر او حمله آمده و ما هیچ خبر نداشتیم. صبح وقتی خانه رفتم میخواستم همراه مادرم گپ بزنم. خاله سلطانه فریاد زد. باز پایین آمدیم و ما دست روی من میشه. درست است. یوسف چی شد؟ یوسف چشمایت باز کن. یوسف چشمایت باز کن. فکر کردم به جای بیکار بودن در استانبول به کاپادوکیا رفته از منظره جالب عکس بگیرم. بس مالکم دلیل دیگه نباشم؟ او دیگه مربوط خودت میشه، هر چی که فکر میکنی. اما قسمی که میبینی فعلا در مقابلت هستم. اینجا میباشی؟ حالا بریم به من یک هتل پیدا کن. وقتی قصر با این بزرگی اینجا باشه میخوای که تو را به هتل ببرم؟ ما از مهمان خود در خانه خود پذیرایی میکنیم. بیا که داخل بریم. حالا دیگه یوسف چشمایت باز کن. لطفاً به هوش بیا. یوسف من جانم. شماره دکتر کجاست؟ برم آب بده. گفتی آب؟ درست است. خدایا شکرت. بگی برات آب آوردم. لطفاً بنوش. سرت بلند کن. یوسف جان باید به یک دکتر زنگ بزنیم. الان شماریش برام بگو لطفاً. نمیخوایم هوا. با غیر از تو کسی را نمیخوایم. عزیزم من خب پیشت هستم، اما اگه تو را خدای نخواسته چیزی شود باز من در اینجا تنها چی خود کردم ها؟ خوب هستم. تمامش به خاطر اتفاقات است. درست است. دیروزم وضعیتت خوب نبود. دستایت میلرزید. زد نکن. شماره یک دکتر بده که برای زنگ بزنم. من خوب هستم. تو پیشم هستی. کاملا خوب هستم. بسیار ترسیدم. برای ما غذا آماده کردی؟ تو اینجا هستی اما هیچ باورم نمیشه. راستی محمد بیبی برای جدی میگم در وقت شب نمیخوایم مزاحم کسی شوم. پیلین بابا تو چی میگم؟ تو هنوز گپ خدا گفتم میری بیا. درست است، اما اگه کسی ازت بپرسه که این دختر کی است چی جواب میدی شهزاده جزا؟ معرفی میکنم. خانم بچه کاکایم باده، عروس نو خانواده ماست. دوست دخترم پیلین. آها بسیار خوب است. از دیدنتان خوش شدم. خوش آمدین. خوش باشه. تشکر. من روز سختی را گذشتاندم. با اجازهتان استراحت میکنم. بازم از دیدنتان خوش شدم. شب بخیر. راست میگین خانم بیادر. روز سخت براتون بود. خواب راحت. شب بخیر. خب
خب پس من دوست دخترت هستم. در برنده بریم خونه میخوری. نه جانم بریم. بفرمایید. چطور هستی؟ بسیار به تشویش بودم. هیچ خوب نیستم. در پایین هستم. اگه خواسته باشی کمه با هم قدم بزنیم. با خانه من خوش آمدی. گفتی خانه؟ کم دایی باره حق تلفی نمی کنی؟ با نظرت اینجا جای خوب برای عکاسیت بوده میتونه؟ بس اگه دارم موضوع را چی قسم ببینی میفهمی که نه آمدیم، هنوز درست به اینجا آشنایی ندارم. اما تنها چیزی که تا حال به خوبی درک کردیم است که هوای شب وجود انسان بسیار سرد میسازه. توی تشویش نکن. حالا گرم میشی. بسیار تشکر. خوب شد که آمدی. بین تو و دختر چی گپ است؟ کدام دختره میگی؟ باده. چیزی نیست. امروز که من ناراحت هستم، شاید متوجه میگب شده باشی. سر کاکایم حمله قلبی آمده بود و فعلا هم در شفاخانه است. متاسف هستم، شفا باشه. فهمیدم. درست است، اگه کدام گپ شد برام زنگ بزنین. پدرت چطور است؟ هنوزم همون قسم است. شکر که وضعیتش از این خرابتر نشده. دیگه تشویش نکن. ببین برای سوپ آماده کردیم. ترسیام داره. خوشت خواد آمد. تشکر میکنم، اما من هیچ اشتها ندارم. درست است، نخو، من برات میخورانم. لطفاً زد نکو، بخو. خوشت خواد آمد. بسیار مزه‌دار است. زنده باشی. نوش جانت. واقعا خوشت آمد. تو که آماده کنی چطور خوشم نیاد. ما دیگه خورده نمیتونم. او قدر غذا آماده کردی، اما هیچ اشتها ندارم. روزای بهتر خود داشته انشالله. انشالله. هر وقت که بخوای آماده میکنم. تمامش به خاطر تو است. حالا دیگه اینا رو بانو بیا.
لباستان بسیار مقبول است. فکر کردم که متوجه نشدی. اینجا مسگاه آخر است. اتاق خودم. اتاقت بسیار مقبول شیک است. چشمایت مقبول است. پیش از آمدن باید برات زنگ میزدم همونطور نیست؟ نه خیر. بیا از او خودم میفهمیدم که دعوت بی پاسخ نمیمونی. درست است، اما از مریضی کاکایت خبر نداشتم. من مثل کسایی که از دار رها شده باشن دویده پیشت آمدم. محمد بیبی اگه خواسته باشی مرا به یک هتل ببر، باز خودت شفاخانه برو ها. امشب میمان خاصم هستی. بیا از اگه شفاخانه برم نمیمانن که کاکایم ببینم. قبول است، تسلیم شدم. متوجه باش. چی شکسته؟ حتما از پیش خدمتکار افتیده. پس خدمتکارایتان به درد کار نمیخورن. شاید از شفاخانه باشه. بله. چطور رسیده وضعیت پدرم؟ کدام تأخیری آمده؟ نه خیر، وضعیتش به اون شکل است. پس تو هم خانه بیا جانم. امروز بسیار خسته شدی، کمی استراحت کن. ما خانه نمیاییم، تو استراحت کن. درست است. اگه چیزی شد برام خبر بده. درست است. فردا باز میبینم. لبروی تکشال نگی. مام نمیخوایم میخواستم براشان دروغ بگویم. کل چیز خوب میشه. و زودی کلگی خبر خود شدن. یلماز خان، تا صبح دعا کردم که یک بار دیگه چشمایت باز کنی، اما بازم به همون شکل آرام خوابیدی. صبح بخیر. صبح بخیر. در وضعیتش کدام تغییرات دیده میشه؟ وضعیتشان به مو شکل سابق است. یعنی چی که به همون شکل است؟ ولی از خدا دکتر صاحب یک کاری کنین. چقدر وقت میشه که بیهوش است؟ مادر لطفا آرام باشین. بازم شفا باشه. ما یوسف هیچ ندیدم. شما میفهمین که او کجاست؟ ما هم یوسف خان از دیشب به این طرف ندیده. کل چیز خوب میشه. کل چیز. با خبرهای خوش پیشم خط آمدی. در این خانه خندکده داخل میشی. به ما باور کن. انشالله. تا فعلا در وضعیتش هیچ تغییری نمونده. بیزو از همین خاطر میگم یوسف، خدا را شکر عملیات به خوبی سپری کرد. خطر دیگر رفت شده. چشمشون باز خواد کرد. همین که پدرم خوب شود دیگه چیزی نمیخواد. بعد از او همراه همگی حسابی خواد کنم. میفهمم. با هم دست به دست به او قصر میریم. یوسف بسیار دوستت دارم. بسیار دوستت دارم. ما هم بسیار دوستت دارم.
بله. با قدم زدن برآمدیم. خوش آمدی. تشکر نمینوشم. چشمایتان روشن. بیادرم خوب است. پدرم خوب است. خدا را شکر خطر رفت شد. یک گپ براتان واضح میگم. بعد از این قسم واقعات بسیار مواظبش باشه. یلماز خان واقعا یک آدم با اراده است. بعد از این اگر تغذیه‌اش توجه شوه و اگر با کدام موضوع قابل تشویش مقابل نشه با زودترین فرصت خوب میشه. خدا را هزار بار شکر. او را بالای چشمایم نگاه میکنم. حالا او را دیده میتونیم؟ عملیات سخت را سپری کردم. فقط یک نفر اجازه داده میتونم. درست است. بیادر ما پیشش رفته میتونم؟ درست است. برو خواهر جان. منور جان برادرت بره. پدرت شاید به چیزی ضرورت داشته باشه. بیاین تا شما را آماده کنم. اشیای برقی را از خود دور کنین. موبایل یوسف است؟ بله. پیام از طرف کی است؟ نمیفهم به خدا. شاید کدام دوستش است. حتما اول پدرمو میپرسه. ها درست است. پدر
پدر بچه نترس. ما را بسیار ترساندین. بیبی من خوب هستم. من خوب هستم بچه. خدا را 1000 بار شکر که او دوباره شما را به ما بخشید. همگی ما اینجا هستیم. ببینین همگی آمدن. بله روزتان بخیر. میشه شماره شفاخانه خصوصی ساعت برام بتین لطفاً؟ درست است، بسیار تشکر. زنده باشین. شفاخانه خصوصی ساعت بله روزتان بخیر. من میخواستم در مورد ساعت یکی از مریضایتان بپرسم. یلماز خانجی اغلا دیروز قلبش عملیات کرد. یک لحظه خانم اجازه بتین ببینم. بله او مریض ما هنوز تحت مراقبت جدی قرار داره. خب وضعیتش چطور است؟ چیزی گفتم میتونین؟ خانم محترم مریض به هوش آمده، وضعیتش بهبود یافته. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. اگر میخواین شما را به یکی از اقاربش وصل کنم خانم. نه خیر لازم نیست. زنده باشین. بسیار تشکر. روزتان خوش. به شما هم خانم. خدای 1000 بار شکرت. خدای شکرت. با یوسف پدرش دوباره بخشیدی. او را خوش ساختی. خدایا بسیار شکرگزارت هستم. خدای من چی خواهد شد؟ بچیم خدا را 1000 بار شکر. این مشکلام رفع شد. خداوند دوباره پدرت به ما بخشید. بیا که پایین بریم. بسیار خسته شدیم، باور کن. کم هوای تازه میگیریم. چرا؟ شما یک راه پیدا میکردین که خود راحت بسازین. با یک قدر تشویش ضرورت نبود. تو چی میگی بلیاز خدا یوسف؟ مادر دیگه هیچ دقیقت نیستم، فهمیدی؟ چی جریان داره بچیم از برای خدا؟ ها؟ از دیروز به این طرف دیگه قسم شدی. من تحمل میکنم اما تو بالایم زیادتر فشار میاری. تو رو درست شناخته نتونستم. تو مرا مجبور میسازی که سرت شک کنم. ما هم بعد از این تو را نمیشناسم.
گپ ما خوب گوش کن. بس است دیگه. شنیدی که چی گفتم؟ کافیست. فقط تو زجر کشیدی. ها؟ کل ما جگر خون شدیم. در ضمن من مادرت هستم بچیم. دشمنت خو نیستم. از همین خاطر او کار کردی؟ بزرگترین خیانت در حق تو انجام دادی. تو به هوش هستی که چی گفتم میری یوسف بچیم؟ ها؟ ای به احترامی چی معنی میته؟ تو کسی را که زندگی ما بود مرده ثابت ساختی. ما به کدام دلیل به تو احترام بارم؟ میفهمی وقت خبر شدم سر ما چی گذشت. گفتم مادرم مثل کوه هست. گفتم این کارا نمیکنه، این تهمت است. گفتم هیچ امکان نداره این کارا کنه. اما تمامش کار تو بود. کلش تو انجام دادی. با دستای خود زندگی بچه تا تباه کردی. من مجبور بودم. چی مجبوریت داشتی؟ چی مجبوریت داشتی که حق ما و هوایی ظلم کنی؟ مرا تباه ساختی، فامیلی و دختر از بین بردی. تو واقعا خودخواه هستی. در قلبت هیچ رحم وجود نداره. ها؟ ما به خاطر این دختر با تو آزار کردم. گفتم دوستش دارم، برات آزار کردم. آزار. اما بیبی تو چی کردی؟ ده فکر میکنی برای ما آسان بود ها؟ تو مرا درک نکردی. ده فکر میکنی قلب من هیچ نسوخت. اگر تو میفهمیدی که او زنده زجر میکشیدی، با عذاب وجدان خود از بین میبردی. وقتی یه همه را میفهمیدم چه تو صبر میکردم، برم بگو. به عنوان یک مادر چه تو را اجازه میدادم. من تمامش به خاطر تو انجام دادم. او تمام گناه ها را، او دروغ ها را، او عذاب ها را اما بودم که تحمل کردم. کلش فقط به خاطر که تو خوش باشی. خوشی همی است. ها؟ به نظرت خوشبختی همی است؟ وضعیت تو را بیبی برا تباه ساختی و خاک یکسانم کردی.
زندگی ما از بین بردی، همه چیز ما گرفتی. کل چیز خوب میشد، حتی خوبم شده بود. همراه باده خوش بودی، او دختر فراموش میکردی. تو مرا مجبور ساختی، تو مجبورم ساختی. تو از وضعیتم استفاده کردی و بالایم فشار آوردی. با خاطر که مادر طلاق نتون بالای او تهمت کردی. بچه مرا بچه‌م نگو. آدم همراه اولاد شکار میکنه. نمیبینی از دوری او به چی وضعیت رسیده؟ بدون زندگی برای مشکل است. اما یک چیز فراموش میکنی. اول تو ریلا کردی، دروغایشه، مکرایشه تحمل کردن نتونستی. میفهمیدی که زندگیت تباه میکنه، باز تو رهایش کردی. بس به نظرت برابر شدیم دیگه؟ من کل چیزه به خاطر تو انجام دادم، کل چیزه. تمام این رسوایی را فقط به خاطر تو تحمل کردم، فقط به خاطر تو، به خاطر که بتونی در زندگیت خوشبخت باشی. تا وقتی که او دختر در زندگیت بود روز خوش نداشتی. دروغ میگم؟ بگو دروغ میگم؟ درکم کردن نمیتونی، اما مجبور هستی که مرا ببخشی. چوب باش، هرگز نمیبخشمت. چوب باش بچه. تمام شد، کل چیز دیگه تمام شد. مادر طلاق میتم و با هوا عروسی میکنم، شما مداخله نمیکنید. دیگه تمام شد. گپایی که شنیدیم حقیقت داره. گفتی که مادر را دوست داری. خدا در کوچه حسن چپ نزن محمد. شما از حد خود مگذارین کاکا جان. صبح براتون گفتم مشارکت نمیخوایم، چاش رفتن و وقت قرارداد امضا کرده. باز با یک موضوع دیگه در مقابل اومدن مرا تحقیر میکنه. من چرا باید تو رو تحقیر کنم محمد؟ ها؟ تو خود دشمنم نیستی. مامی تشویشه دارم کاکا جان. کاکا کل ما را بسیار ترسوندین کاکا جان. تمام شب چشم پوت نشد. خدا را شکر کال خوب هستی. کاکا ما به نام تو کدام بیادر زاده ندارم. نگوین کاکا جان. از اینجا بیرون شو. برات گفتم بیرون شو. آجلی آدم از اینجا بیرون کنید. آقا لطفا از اینجا بیرون شوین، خواهش ما از اینجا میکنم. جایی نمیرم. اینا رو از اینجا بیرون کنین و با دکتر خبر بدین. آقای محترم لطفا بیرون شوین.
یعنی همه چیز تمام شد؟ ها؟ وقت تو او را اینجا بیاری باز همگی خود فهمیدن. بان که بفهمن با هر چیز از دستم بیای انجام میدم. جزایتان خود دیدن. مکافات گناهایی که به خاطر بچه مرتکب شدی. بچه مرا حقیر فکر میکنی تا باقی عمرم در زندان سپری کنم. من چطوری را تحمل کنم؟ تحمل میکنی. حمیده خانجی اغلو از سینه تحمل میکنی. نام ما، نشان ما، کلش به خاک یکسان میشه. بیازو بچه تا پیش مردم کم آوردی. از این بدتر دیگه چی خود شد؟ چطور میتونی قدر سنگ دل باشی؟ من مادرت هستم. هیچ دلت برم نمیسوزه؟ میسوزه به خاطر که بسیار بیرحم هستی. با جزایت خود دیدی، حتما جزایت میبینی. چیزی را که کشت کردی دراو میکنی. با کار کردن نمیتونم. این امکان نداره. این امکان نداره. یک دانیم این زلزله ترام خود لرزاند، خانواده ما رام. کل ما را تباه خود ساخت. از بین میریم. پدرت چی؟ در مورد پدرتون فکر نمی کنی؟ او ایره تحمل کردن نمیتونه. در مورد پدرت فکر کن. من میفهمم پدرت از بین خود رفت. نام پدرم دیگه با زبان نیار. اگه اینا را بشنوه سبب مرگش تو خود بودی. و سبب مرگش میشم؟ بله تو سبب خود بودی. اگه پدرت چیز شود تو سبب خود بودی. اگه او دختر بی حیا، او دختر فریبکاره با عنوان خانمت به قصر بیاری، ارزش داره بچی؟ ارزش داره؟ تو بگو. او دختر ارزش داره؟ ها؟ ارزش داره؟ که به خاطرش از خانواده تیر شوی بچیم؟ ها؟ ارزش داره؟ اصاب به این طرف چیزی نخوردی همونتون نیست؟ اشتها ندارم. درست است. هر وقت خواستی باز بخون. خوب هستی منور؟ خوب است که در کنارم هستی. شما یوسف ندیدین؟ همراه حمیده خانم گپ میزد. شاید پیش او باشه. فکر میکنم که در بیرون باشه. زنده باشن.
پس مرا به اعدام محکوم میسازی. گناه بزرگی را مرتکب شدیم، اما ازت میخوایم دلیلش درک کنی. تو میفهمی با ارزشترین داراییم هستی، گرانبهاترین دلیل زندگیم. میفهمی وقتی تولد شدی، وقتی برای اولین بار برم لبخند زدی، وقتی با او دستای کوچکت، با او دستای نازت دست من گرفتی، درست از امون لحظه تنها مفهوم زندگیم شدی، هدف زندگیم شدی بچه. اما بازم تو برای بسیار با ارزش هستی، بسیار. عمر خدا فدایت کردم، اما تقدیر بیبی تو به خاطر او دختر مرا قربانی کردی. شاید مرا به زندان بندازن، اما ایره بفهم به خاطر تو حاضر به انجام هر کار هستم. همون لحظه که دروازه زندان برویم بسته کنن، خدا القاویز میکنم. یوسف، خوش آمدی. درباره پدرت خبر شدم، خوش شدم. وقت پیام فرستادی که میای کلی چیز آماده کردم. امیاله بریم؟ باید گپ بزنیم. درست است، درا گپ میزنیم. امیاله باید گپ بزنیم. چی شده؟ باز کدام اتفاقی افتیده؟ بیا که داخل بریم. یوسف چی شده؟ امروی مادرم گپ زدم. پس چرا هنوزم نباید بریم؟ یوسف یک چیز خوب بگو. برم یک گلاس آب میاری؟ درست است.
یوسف نمیخوای چیزی بگویی؟ چطور برات بگویم؟ گپ زدن نتونستی؟ یوسف چرا چوب هستی؟ چرا گپ نمیزنی؟ چرا از دستم گرفته مرا اونجا نمیبری؟ چی شده؟ بگو قربانت شوم. اگه خبر بدم هست برم بگو، اما دروغ نگو لطفاً. دروغ چی هوا؟ گفتم که گپ زدم. چی گفت؟ انکار کرد نه؟ گفت باید مرا ببخشی و سمانه رویه کرد. کاری که او کرد یک معصوم انجام داده میتونه؟ میفهم. گفتم جزایی تا خود دیدی زندانی میسازمت. درست از خب بگو که او چی گفت؟ چی گفت که توی قسم شدی؟ بگو. گفت خودم میکشم اما تو نیست. من میفهمیدم که این قسم خواهد شد. او اینم میفهمه که تو بچهش هستی. آدم نقطه ضعف اولاد خود خوب میفهمه. پس میگپ میزنی که من فریب خورده باشم. شاید فریب نخورده باشی، اما دلت برش نسوخت. او مادرت هست. کل گپا نشنیده تصمیم میگیری؟ من احمق هستم. از اول میفهمیدم همین قسم میشه، اما من احمق هستم. هوا گوش کن، اتاقش معلوم دار است، فهمیدی پنار؟ همراه پرستارشم باید یک بار گپ بزنی. باز تمام اتاقا پاک و روجه نوام هوار که درست است خواهر. خانم بوده؟ حمیده مادر و یوسف اینجا آمدن؟ نه خیر، اونا در شفاخانه نیستن. شاید مادر و بچه خواستن که با هم تنها باشن. خیرت باشه. اینا را کجا و به کی میبری؟ راستش اینا روجایی های پاک هستن که به یلماز خان میبرم. همراه مراد یک جای میریم. کی برات گفته؟ سر دل خود کار نکنین خانم سلطانه. بیازو اگه لازم باشه خودم میگم که ببریم. تو هم درست میگی دخترم، اما انجام دادن این کارا وظیفه است. لازم نیست که با این چیزا خود خسته بسازی. وقت تضایع نساز. کاری را که گفتم انجام بتین خانم سلطانه. اینا را پس ببرین. بچه‌شم خانم.
معلوم نیست که در اینجا این نوکر است یا عروس. نه که چشم خدا با وظیفه ما دختر. چرا خنده میکنی دختر؟ صدا زنگ نشنیدی؟ برو. خدا صبر بده. ما به نام تو کدام پدر زاده ندارم. از اینجا بیرون شو. زود از اینجا بیرون شو. بیلین؟ تو اینجا چی میکنی؟ نه که سیاحت از اینجا شروع کردی؟ نه خیر، ما به تشویش تو بودم. کاکایت حالت چطور است؟ خوب است. با اوش آمدم. پس خطر رفت شده ها؟ آیی بسیار خوش شدم محمد. محمد کدام گپ شده؟ اتفاق بد افتاده؟ بعضی کاراست که باید انجام بدم. میشه که بعداً گپ بزنیم؟ برای سیاحت خوش میخوایم. خب دیگه چی افت؟ در مورد خوبی ما فکر کرده. با گفته خودش میخواستم من خوش بخوشم. اما متوجه نیست مرا چقدر زجر داده. زندگی هر دوی ما را تباه ساخته. خب میگی حالا چی خواهد شد؟ قسمی که گپ زده بودیم. ما با وعده که برات داده بودم پابند هستم. هنوزم باورم نمیشه. تنها کسی که بالایش اعتماد داشتم او فقط مادرم بود. هوا واقعا مشکل است. بسیار سخت است. میفهمم. تو را درک میکنم. ما هم سر پدرم اعتماد داشتم. هیچ وقت باورم نمیشد که امرای میقسم کنه. اما بار اولش نبود. چندین بار است که مرا آزار میده. زندگی مرا تباه کرد. او دیگه برای من مرده. من بسیار خوب درکت میکنم. حق به جانب هستی. باید این وضعیت تحمل کنی. اما میفهمیدم که این قسم خواهد شد. از همین خاطر کوشش کردم فرار کنم. اما فرار کردن نتونستی. پیدایت کردم. بله. تو در کدام دوزخ هستی؟ در یک گوشه دنیا هستم دیگه.
یعنی تو به امریکا رفتن نتونستی؟ تو غیر از این دیگر راهی برام نماندی. صبحان برات زنگ زدم جواب ندادی. حتما مصروف صبحانه خوردنت بودی. بسیار هوشیار هستی، اما براستی که صبحانه اینجا هیچ مزه نه. مهر خانم حمیده. فقط اما تو فکر کردم. حال اینجام صبح است. گپم گوش که آقا رمزی، وقت ما با امریکا 7 ساعت تفاوت داره. حالا به این گپ چی جواب داری؟ خدا را شکر و قدرم دیوانه نیستم. تا هنوز به خرید بیرون نرفتیم. از همین خاطر گفتم دنان شب صبحانه بخورم. با دروغ دیگه ادامه ندی. تو به او هواپیما سوار نشدی، به هیچ جای نرفتی. نه خیر، به هواپیما سوار شده دوباره به استانبول آمدیم. بعد از او ادامه دادن نتونستیم. ما با همه قسم توافق کرده بودیم ها. وقتی که پولایت به دست آوردی خود از اینجا گم کردی، تو از این کارت هیچ نشرمیدی رمزی؟ اما ما خود تو کاری نکردیم که باید بشرمم. یوسف از تمام اتفاقات خبر شده. یعنی تو از این همه بیخبر هستی؟ او دختر بیشرم تو دانه دانه تمامش به یوسف قصه کرده. ای خدا. گپ من گوش کن. دخترت صدا کن. هم یال میخوایم امرش گپ بزن. او خالد حمام است. برو برش بگو که بیرون شود. گپ خوب گوش کن. مرا بیشتر از یه عصبانی نساز آقا رمزی. برو موبایل به دخترت بده. او فعلا امرایت نیست نی؟ تو خود سوار او هواپیما شدی، اما او دختر تو را بازی داده و از پیشت فرار کرده رفت تا خدا به یوسف برسه. نه خیر، تو یک گپ نی. اصلا ما خراب نساز آقا رمزی. او دختر در هر جهنمی که رفته باشه عاجل پیدایش میکنی، فهمیدی؟ راستش در این کار هیچ گناه من نیست. در میدان هوایی منتظر بودیم که من به تشناب رفتم. وقتی پس آمدم دیدم دختر اونجا نیست. فکر کردم حتما اون سوار هواپیما شدم. باز ما هم سوار شدم، اما دیدم اونجا نیست. باز من نماندن با اینجا. چرا اینو نمیگی که باز گمش کردم؟ خداوند جزایت نده. از شما خواهش میکنیم که دوستان به کانال حتما ابونه شوید و همه روزه ویدیوهایی که ما میپرتیم به شما رفته میرسد. به حضور در آموده تماشا میکنید. سلام علیکم دوستان عزیز، به شما امروز چطور تماشا کردن کینوی قماندان در یوتیوب کانال جهان فیلم را نشان میدهم. دوستان عزیز در پایسک می نویسیم جهان فیلم HD. اکنون که میبینید برآمد دوستان عزیز در این کانال. در اینجا میبینیم دوستان عزیز کینوی کلن شهری، مردی رزیل و دیگر کینوها برآمدگی از زخم دیل، دختر دیوتی بود چی است؟ همین یک چیز گفتنی است. همین دختر دوستان عزیز کینوی دختر دیوتی با زبانی فارسی همه سریالش در همین کانال میبراید. فقط پون سریالش هست، لیکن در دیگر جا با زبان ترکی تا 23 سری برآمدگی است. لیکن در این کانال من همین سریالش میبراید با زبان فارسی، هم زیبا خوشرو و با زبان فارسی جدیدتر به شما محکوم میشه. دوستان عزیز از شما تنها خواهش که به همین کانال ابونه شوید تا دوره 2,500 подписчики که میباشد. خب به شما گفتنی بودم که کینوی قماندان رو چه خیلی تماشا کنیم. میبرایم دوستان از یوتیوب. در اینجا پلی مارکت رو ویبرو میکنیم. در اینجا می نویسیم VPN لوکسمبورگ. لوکسمبورگ پایسک. در اینجا VPN های بسیاری میبرد دوستان. VPN های بسیاری هست، لیکن ما امروز
VPN لوکسمبورگ گرند لوکس ویب زر میکنیم دوستان. знаки VPN به مثل پرچم تاجیکستان میباشد. خب من در اینجا установка کردگی هستم. شما در جایی که من ادکریت میکنم شما در اینجا установка میکنید. خب وارد میشیم. چنان که میبینید دوستان عزیز VPN گشوده شد. страна رو выбор میکنیم و پایان میفراییم. ترکیه زر میکنیم. شهر ازمیر، چون که بورسا